سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به کانال سهیل کارز. خلاصه از 4 قسمت قبلی بازسازی پراید 79 رو میبینین. بازسازی این ماشین یکی از چالش برانگیزترین بازسازیایی بود که انجام دادم. ماشین تو شرایط اسقاطی بود، با قیمت خیلی پایین ماشین رو خریدیم و تمام کاراش رو از 0 تا 100 خودم انجام دادم که تو این سری ویدیوهای بازسازی پراید 79 ویدیوهاش رو میبینین. اگه ماشین بازین و به محتوای ماشینی علاقه دارین حتما کانالم رو سابسکرایب بکنید و لایک و کامنت و حمایت یادتون نره. بریم سراغ قسمت جدید. خب این قسمت گلگیر باید صافکاری بشه. این گلگیرش بتونه نداره، عوض کردن و رنگش کردن، فقط تصادف کرده و دوباره خم شده. اینو باید صافکاریش بکنیم. بعد حالا زیاد هم نمی‌خوایم، چون می‌خوایم دور رنگ بزنیم، زیاد وسواسی نمی‌خوایم بی رنگ در بیاریم. تو به هر حال باید این رنگ بخوره که با بقیه بدن بخونه رنگ. همینطوری فرمش بدیم. آخر سر بتونه کل ماشین رو یه دست می‌زنیم، چون خیلی از بتونه‌های خودش ترکیده. باید چراغ هم البته تنظیم بکنیم که درست بشینه سر جاش. گلگیر الان کامل رفته داخل و چراغ از این قسمت بیرون. خیلی خوب، فعلا کارامون تا اینجا ماشین پیش رفته. الان میخوام چراغاشو اول سنباد و پلیش بزنیم، ریکاوریش بکنیم، زردی و کلریش از بین بره. بعد چراغا رو باز بکنیم، جلو پنجره قرار تعویض بشه، مدل 131 بندازیم. جلو پنجره هم دوباره غیر اصولی بستن، اصولش خار نداره. اومده این طرفو با سیم مفتول بسته، این طرفم بسته نواری زده. حداقل 2 تا پیچ همشکل نبسته، یک شو 4 سو بسته، یک شو 2 سو. آرماتور بندی کرده این طرف هم، حداقل با همون بسته پلاستیکی نبسته واقعا. برای سنباده زنی هم
دو سه مرحله داریم. میتونی اول 1500 بزنی، حتی 1000 بزنی، بعد 1500، بعد 2000. میتونی سنباده سه مرحله‌ای بزنی و بعد پلیش. من تجربه کاری خودم، شما دو تا سنباده کوچیک میبرین 1500، همین شروع میکنی زدن. چرا کوچیک میبرین؟ به خاطر اینکه شما تا آخر سنباده زدنتون همین برای سنباده رو استفاده میکنید. یعنی تا آخرش این سنباده هی نازک‌تر میشه، هی ضعیف‌تر میشه، هی خط و خشایی که میندازه کوچیک‌تر میشه. مثلا اون میشه که شما 1500 شروع میکنید، بعدم 2000 تموم. دیگه نیاز نیست دو مرحله سه مرحله وقتتو بگیری. میذارم آب و ریکا قاطی میکنی که سنباتت راحت کار بکنه. تا جایی که این زردیا برن ادامه میدی سنباده رو. کدر که شد با پلیش اون کدری رو رفع میکنی و براق میشه. کوتاه‌ترین راهش همینه. اول سعی کنید قبل از اینکه سنبادتون کهنه‌تر بشه یه دور کل قسمت‌ها رو بزنید، نمونید یه جا که این سنبادتون تو همون یه ذره جا کهنه بشه. یه دست همه جا رو بزنید که سنبادتون هم به مرور کهنه بشه و همون دست اول بتونه اون زردیا رو برداره. الان دارم میبینم خیلی خوب برداشته. الان زردیا دارم میرم. البته اگه ماشین شما ماشین سالم و نوعی بود حتما باید لبه گلبی رو، لبه ابرویی‌ها رو ورق بگیرین، نوار بگیرین که خط و خش نیفته. ما تو می‌خوایم ماشین رو دور رنگ بزنیم برامون مهم نیست. این طرف تقریبا تموم شد. الان فیلم جفتشون هم همزمان برمی‌دارم. کامل کدره ولی خب زردیش از بین رفت. این کدری هم با پلیش از بین میره. همین الان قبل پلیش و قبل سنباده زدن اون طرف یه دونه فیلم بردارم. به طرف جفتشون هم ببینیم. بعد سنباده تا اینجا کار شد. این مدلی زردیا کامل از بین رفته ولی چراغ کامل کدره. حالا برای اینکه این کدری رو از بین ببریم کامل چراغ خوش می‌کنیم بعد سنباده. بعد حتما نباید آتاشغال باشه رو کارتون. هم میتونیم بشورین دوباره، هم میتونیم دست بکشین. اگه یه ذره سنگریزه اینا بمونه رو کار، این پلیش زدن باعث میشه اون سنگریزه دوباره خط و خش بندازه. کامل خشک و بدون آتاشغال باشه. بعد مرحله پلیش رو شروع می‌کنیم. این کار رو با دستم میتونین انجام بدین. همینطوری پلیش میزنین و با یه پد پنبه‌ای و دستمال و یا حتی پد ابری میتونین خودتون پلیش بزنین. حالا من با دستگاه میزنم که وقتمون کمتر گرفته بشه و خودم کمتر خسته بشه. این دیریل هم خدایی ازش اعتراف گرفتم ها. دیریل شارژیه. حالا مارکش هم نمیگه. اگه اسپانسر شد یه روزی شاید گفته. خب خیلی بهتر شد. یه ذره حالت زردی داره اون از قسمت‌های داخلش. از دوربین شاید معلوم نباشه ولی از اینجا معلومه. از داخل خاک گرفته. باید بازش بکنیم و داخلش رو بشوریم. خیلی بهتر شد. خب فعلا کارمون با چراغای جلو تموم شد. سنباده خورد پلیش هم خورد. وضعیتش بهتر شد. موند به درش بیاریم و داخلش هم بشوریم. میخوام گلگیرای جلو، چراغای جلو، سپر جلو رو باز بکنم. ولی خب قبل از اینکه بخوام گلگیرا رو باز بکنم این قسمت‌ها رو سنباده بزنیم. کلی ترک‌های ریز داره که بتونه که از قبل داشته ترک خورده. اونا رو با دستگاه اوربیتال همون رو خود ماشین سنباده بزنیم بعد بازشون بکنیم. از اینجا به بعد کارهای صافکاری و کارهای سنگین ماشین شروع میشه. امیدوارم از ویدیوها خوشتون بیاد و با من همراه باشین. شدیداً به حمایتتون نیاز دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. اشکین.